الک پانفیلوف ژورنالیست معروف زاده تاجیکستان، رهبر سابق مرکز ژورنالیستیک اکستریمالی روسیه، روز 2 فوریه سال 2023 در گرجستان در سن 66 وفات کرد. 15 سال آخر الک پانفیلوف در گرجستان به سر میبرد و شهروند این کشور شده بود. خبر مرگ الک پانفیلوف را همسرش اکسانا مسلک نشر کرد. الک وفات کرد. کوتاه خبر داده است او در فیسبوک همسرش درباره سبب‌های مرگ پانفیلوف چیزی ننوشته است، ولی دوستانش میگویند که او سالهای طولانی از بیماری استما اذیت میکشید و سالهای آخر فشار بلند و بیماری قلب نیز عذابش میدادند. الک پانفیلوف مؤلف فیلم مستند درباره دره یغنوب و مردمش بود و در سالهای 90 تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان را نیز تألیف و نشر کرده بود. الک پانفیلوف در پایان سالهای 80 و اول سالهای 90 همچون یکی از تشبسکاران از لنین‌آباد به خوجن عوض کردن نام شهر زادگاهش بود. الک پانفیلوف 7 سپتامبر سال 1957 در شهر لنین‌آباد یا خوجن به دنیا آمده. دانشکده آموزگاری لنین‌آباد را ختم کرد و سابقه کاریش را از معلمی آغاز کرد. او بعدا در تلویزیون تاجیکستان برنامه می‌برد و درباره مردم یغنوب فیلم مستند تهیه کرد و در روزنامه‌های کمسمول تاجیکستان و نزاویسیمای گازیتا چاپ مسکو کار میکرد. سال 1992 در پی پیروزی فرانت خلقی الک پانفیلوف ترک تاجیکستان کرد و به مسکو پناه برد. او در سالهای 90 یک مدت رهبر دفتر کمیته حمایت از ژورنالیستان را در مسکو در دست داشت و در فوند حمایت از آشکاربیانی و مرکز ژورنالیستیک اکستریمالی دو نهاد مربوط به اتفاق ژورنالیستان روسیه کار میکرد و با بخش روسی رادیو آزادی از سال 1994 تا 2010 و سپس با طریق کریم بخش اوکراینی این رادیو همکاری داشت. الک پانفیلوف مؤلف و هم مؤلف و مرتب نزدیک 60 کتاب و مؤلف سناریوی 8 فیلم است. سال 2008 الک پانفیلوف ترک روسیه کرد و به گرجستان کوچید. بعد چند شهروندی این کشور را به دست آورد. او میگفت به سبب بوغی شدن آزادی مطبوعات از روسیه رفت. در گرجستان الک پانفیلوف در دانشگاه ایلیا درس میداد و مقام پروفسور این مکتب عالی را صاحب شد. او همچنین در شبکه یکم قفقاز یک تیوی که با تشبس پرزیدنت وقت گرجستان میخائیل ساکاشویلی بنیاد شده بود برنامه میبرد. همچنین حکومت گرجستان پانفیلوف را با اردن شرف سرفراز گردانیده بود. با وجود سالهای دور افتادنش از تاجیکستان در هر کجایی که بود دل الک پانفیلوف همیشه به یاد تاجیکستان میتپید و هر کسی که مهمان او میشد چه در مسکو چه بعدا در تفلیس یا در کیف و پراگ الک حتما برایش آش پلو تاجیکی میپخت، آشی که برایش بوی تاجیکستان میکرد و آخرین رشته بود که او را با وطن گم کردهش میپیوست.